خاک سمالنسک، خاک وطن نیست، خاک سمالنسک است. خاک وطنم دیگه خیلی بود داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران قند و قندلاتم، جوانای محترم، نواساکا و حواساکا قنده باباش، ماه شریف رمضان هم بازم با شما تبریک و تهنیت میگم. خدا نگهبانتون باشه. ماه عفو، ماه بخشش، ماه همدیگر فهمی، ماه دوستی و برادری. خب دیروز ما در سمالنسک، شهر سمالنسک، خب صفانو جنازه بود. یک مادر ما بردیم اینجا به خاک سپردیم. خب با اینجا با شو ما خیلی اومدیم. از این پراسپیک میر داریم. پراسپیک میر یعنی کلانترین مسجدیم. اینجا دم سو طاعت و عبادت میکنیم. اینجا دمو انا اسریو را اینجا دم میخریم، میریم نماز پیشین با پیشینه یکم انا ساعت موندگی. خب برادران قندم ایجایت اومده. یو گپش میزنن که خواب کنه من رولی که هستم. توجیهو گپ دارین. خب برادران ایرو انصاف گپ زنین. یک رولی که کردم خب سرشوی مچیده. همونجا ما یک شوخی کردیم، یک بازی کردیم، یک نوفهمی کردیم، یک لغزش های شد. نمیدونم ما در راه ممکن شیطان رفتیم یا که چی کار کردیم که کلی بنده خطاکار است. شما یگان تو خطا کردگی نیستین. این قدم را مثلا تعنه و معلومات کردین، این قدر گفته استین، هم قیفتین که همه اگر ما قریب هزارها کامنتاری اومد در واتساپ اومد، همه ملو دوملو شده بودیا، همه حکمی بابا رو برو وردین، تمام направление دوزخ دموندنش تمام. خدا نگهبانتون باشه. کیانو توجیکای سربلند من بو قدر با بابا مبارزه بردیستن نمیدونم. خب احسن با شما میگم که اقلا رولیکای ما را تماشا میکنین و یک نیتی صاف، باید دلی صاف تماشا کنین. برادران قندم رشته سخن دراز کردن نیستم. برادران خب یک چی مرا وجدان ایمانم ده یک چی خلال رسونده است. گرچه علما قطعی بسیار من در تماس برآمدم وای کردم. نه توغری گپتون توغری. ما اولا این لغزش ما کردم، این مثال گناهی کردم که در خانه مسجد کمتر شوخی کردیم، کمتر بازی کردیم که حالی وجود نماز و کتاب و قرآن و یا نبود. ما با هم خاطر که اگر وجود قرآن میشد، تلاوت ختم قرآن یگام چی میشد، ملو بچه‌ها میشدن و میشدن، این کار نبود. وجود حالتی کوری بود وجود، حالتی نو گلمار کردن بودم وجود. خیلی مهم کار شد که در تمام دنیا پنج شد کار. ما اولا از خدای متعال در این ماه بخشش، از خدای بخشنده مهربان، ما اولا هزاران بار بخشش، هزاران بار توبه کردم به این گناهی کردگیم. توبه کردم. ما از خدای تعالی پیش خدای تعالی هزاران بار توبه کردم. پیش مردمی سربلندی تاجیک عزیزم ده ما بخشش میپرسیم با این کاری کردگیم. بخشش میپرسیم از شما که اگر ما کاری خطا کرده باشم هزاران بار بخشید. اول ای الله مهربان، نزد الله مهربان توبه کردم با این کاری کردگیم. دوم از شما مردمی سربلند توجیک عزیزم بازم تکرار میکنه که بخشش میپرسم. بیاین اگه کامنتاری خوب بنویسین، برادران قندم ایداسی ما همین خمه بیا. این همین نواری ما لحظه پن میشه با شما التماس میکنم. خدا بخشنده مهربان است. شما بابا رو نمیبخشین با هم یک لغزش کرده که کلی انسان خطاکار است. خطا شده است. خطاگی میکنیم که با بخشش کنیم که بیا هم دیگه رو ببخشین در این ماه رمضان. حاضر بازم از خدای مهربان که بخشنده مهربان است ما توبه میکنم به این کار کردگیم. توبه میکنم که ممکن ای نفهمی بوش، ای به سعودی بود، ای چی بود خشید. نه که ای شما هم بینندگان عزیز مهربان ما بخشش میپرسم بیا بسش کنیم که بس بازم بخشش میپرسم. چیکار کنم تو که بیام پشت اکران باشه صحبت کنیم. برادران قندم ما رولی که بسیار درازی بعد کردیم، رولی که جنازه سمالنسک خیلی جنازه کردیم. من اومدم شب گشته اومدم و با بابا جون 88 سال همونجا در درام مشتای و هم اومدن است در پراسپیک میر قرار دارم. خدا نگهبانتون باشه. باید در این ماه هم دیگر بخشی کنیم. باید جوانا رو بفهمونیم، جوانا رو برای راست نصیحت بکنیم و یک سبب میشه هدایت بیان که خدمت بر پدر مادر در این ماه شریف رمضان اقلا زنگ بزنن یگان سمک رویشون کنم.
خب خدمت کردن با پیروی کار، خدمت کردن با وطن مادر، خب سخنهای خوب گفتن در حق برادرها. باید ما خیلی صحبت ها کنیم. زنده و سربلند باشید. با شما بود بابای بلاگر. خدا نگهبانتون باشه برادران عزیز گرامی قدر. اینجا خیلی حاضر نوار کردن خیلی مشکله. ما حاضر دینا در پراسپکت میر بدیم. امروز در سمالنسک اوبلاست. با قطعی کی هستیم؟ قطعی با جان 88. یک مادره من اینجا به خاک سپاریدیم. بعد جنازه خواستم کمتر به سهم شما رسانم. این مادر کی است؟ این مادری ما و شما است. مادری مسلمان است. نه که این توجیک نیست. توجیک میشید حتما بابا جان 88 با وطن گسیلش میکرد. دین پراسپکت میرده بوده. ایروز از سمالنسکی. بعد اینجا در حاضرم والدین همین مادرم در همینجا اشتراک دارن. در همینجا با خاک سپرده. اینجا در مزار هست. تر مزاری با رسو هست. اینجا مزاری مسلمان ها هستن. خاطر هستم نکن مادر توجیک نیست. مادر مسلمان است. خب چی گفتنی هستم؟ دیروز این مادر ممکن روزدار بود. ممکن افطار میکرد. ممکن گشت و گذار میکرد. امروز چی؟ با خاک سپرده استیم. دیروز مثال بابوتون گم میزد. مثال سخن میکرد. با گفتی بعضی برادرها در مسجد برای کشاده شوی مسجد خرسندی میکرد. غم تلق میزد. پشت غلق میزد. هم بلاقی میزد. گوشتین میگرفت. امروز شاید که مرا مثال در اینجا گور در اینجا البته آب خاک جای ده باشد در اونجا ما خاک میشه. ما امید آرزو دارم که جسدی ما اگر زمان لحظه ای که همین کامرای دستم بغلطه و مثال جان با آفریدگار بسپارم و کلمه زیبای اشهد لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله قطعی جان به حق داد بسپارم. جسدی مرا البته من میخوام که با تاجیکستان عزیز سربلندم با دههای پس قلعه با چوب مزار بابا برده شود. این وصیت بابا است. برای این برادرها بیاین بس کنیم. بیا پس زنی ملت بس کنیم. بیا پس زنی تاجیک بس کنیم. بیا بلاگری هستیم که بلاگری هستیم برای رکلام و برای خایپ برای پراسماتو چی کپون گم میزنیم. چی چیزا میشه که گم میزنیم. اویا همین سخنهای نسبتی ما گفت زدیم. نمیتونه که یک داملوهای عزیز شیرین سخن هستم. وقتی که ما گناه کرده باشم ما هزاران بار بخشش میپرسیم که ما خرسندی ما مثلا یک کم ترک شوخی رم کردیم. اگر ما گناهکار شده باشم که امروز در اینجا چی گفتنی هستن برادرها؟ اینا دیدی خاک دیدی. ما این ایمی خاک با دنیا آمدیم. ای همی خاک با همین دینو میزگریم. این خیلی خاک میشه. پرسیده میشه و اول مودا جساتو ما پرسیده میشه و ما پرسیده میشویم. ای هر یک کلمه که گفتیم نسبت برادر، نسبت همسایه، نسبت وطن مادر، نسبت چیزی که کردیم گفتیم هر یک سخنی ما نویسنده میشه و جواب داده میشه. و خاک سمالنسک خاک وطن نیست. خاک سمالنسک است. خاک وطنم دیگه خیلی بود داره. برادرها بابات هم نمیشناسین. پشت اکران بیاین صحبت کنین. چندین نفرها به من زنگ زدن. چندین نفرها صحبت کردن. گفتم بابا فهمیدین. گفتم بابا فهمید. کسی که می بیاید قطعی ما صحبت میکنه پشت اکران اگر باور که پشتم داشت شپات میزنه و میره. خیلی شما بابا رمضان چه خیلی میکنی تو. همون رولی که تو کردگی اکو اگر همون نواری من نباشه کو فقط رکلام کایگی تو. ای خود دیا چی است که همین خاک سمالنسک خاک روسیه با خاک وطن یا بوبکش خاک بشک در رشاد بشک در دیدهات بشک خاک. بابای رمضان بسیار دانا هستی. نه بلوگرید معلومه نه داملوگید معلومه. داملو باشی نصیحت که خاک وطن هم از سرمای چشم میکنم. دیلم برای وطن گو میزنه. برادر رو بیا دوست شیم برادر شیم.
درک باباجان 350 کیلو این توجر اومدن 400 کیلومتر همیشه خستیم اومده همه شبگی برای دوام نه نوار تدیدم ماشین بلند هوا قطعی رمضان کندی باباش گشته استی و زندگیت خوبه یا نکی خیلی که ایدیلی خود من اینا نوار کردم نواری گورا نواری کل قیمت کردیسم که دوست شیم برادر شیم فهمیدی مردن کلان پیری نداره مردن کو اخی ممکنه اما چند ممکن برابری مثال یاش بود اخی من زبانم نمیگرده که برابری یکم جوان بگم اینو جوانا بیای خیلی نکنه جوانا نکنه همین فکر کنه که این همین خاک شیده با همین خاک با میرویم پرسیده میشه فهمیدی من همین یک قوزه خاکی وطن بعد تیلا نمیتونم وطن من هم خیاط کردم فهمیدی بیا که گپا بسیار بیا چه خیلی در چیکن دستم پوری باشه زنده و سربلند باشه دوست باشیم برادر باشیم دوست باشیم برادر باشیم کینه و کدرت نداشته باشیم هم دیگر بخشش کنیم این روز هستیم پگان هستیم خیالتون گفت که این بابا رو هم خیلی میمونه بابا اولی جانش نابرآمده سیونکش میکنن میگن بابا اینا مرده است این من میدونم تمامی مرا نبلودن میکنن بابا چیکو کیسته بابا دستمالینس قطعی بابا جان 88 مرده گور کیسته زنده باشین دوستای عزیز بازم رمضان به همه مردم سربلند مسلمان خصوصا به تاجیکای عزیز سربلند تبریک تهنیت میگم هم دیگر بخشی کنن گپای خوب بگن هم دیگر بخشی کنن گپای خوب بگن ما همه را بخشیدگی